امروز میخوام 5 تا از خوراکی ها رو بگم که تو دنیا رکورد فروشو دارن. بریم با هم ببینیم. شماره اول، کوکاکولا پرفروش ترین نوشیدنی دنیاست. یعنی امکان نداره ما تو مهمونی باشیم کباب یه ور لپمون باشه قرمه سبزی یه ور، از اون ور کولا میاد. شماره دو، نوتلا. یعنی امکان نداره من نوتلا بخرم 24 ساعت بعد ظرف خالیشو لیس نزنم. شماره سه، پیتزا. یعنی امکان نداره تو کل دنیا میفروشه. حالا پیتزای خارجیش 10 جور پنیر و 6 مدل سوسیس. پیتزای ایرانی تشکیل شده از 2 کیلو خمیر، یه تیکه تله پنیر روش. شماره 4، کیتکت. از ژاپن تا آمریکا میفروشه. میگه یکی بده نصفشو میده. آخه مگه ارث باباته؟ برگر، غذای محبوب کل دنیا. حالا برگر خارجی گوشت آبدار و پنیر، برگر ایرانی بیشتر نون، یه تیکه کاهو خیار شد. من بمیرمم سر قبرم باید کوکاکولا و پیتزا باشه. حالا شما بنویسید کامنت چی بخواید بخورید.